یکی خوبمی است که خاطر داشته باشیم که ماه مبارک رمضان است و این ماه قرآن کریم است. این ماه قرآن کریم نازل شد. ماه مبارک رمضان کوشش کردیم که دیگر جمع کثیر بشیم، دیگه شریک بسازیم و از ثواب و از نام استفاده و برنامه داشته کنیم. احتمال در اینجا بعض سوالات پیدا شد. شاید شب اول احتمال سوال پیدا شد که خواندنش بکات نماز یا به این کوتاهی نماز خواندن مثلا بسیار بگیم. ما اصل بمی است که ما نمیشه برادرها باید داشته باشیم خواهرها که ما نماز تراویح که از نفل است، نوافل است و نوافل ازایش که انسان برای شکل باشتر خانه بشه در مسجد الله رو انشاءالله خواهداش میکنه. نماز تراویح مردم این پرسان میکنه ختم است یا اگر ختم نمود میگم اینجا اشتراک نمیکنه ولی که عقل ادار هم باشه درست ختمه در همه مقصد است. ختم مثل سنت است اگر کسی الله توفیق بده یک مجموعه ختم اما به ختم به اون شکلی که سنت رسول صلی الله علیه و سلم آمد. در حدیث داشته میگه که رسول صلی الله علیه و سلم مشفق از نماز نفل در شب میخواندن. وقتی که عایشه واسه میکنه میگه که چقدر چی نماز زیبایی بود ما اکبر و ما احسن، یعنی چقدر نماز رسول الله به زیبایی اعلام میکرد و چقدر نماز رسول صلی الله علیه و سلم تبین. حتی صحابه نقل قول وقت نماز تراویح میخواندن به حال میرسید بالای حسایق و تکیه میکرد. کل آثار سید الصحابه است. خب اصل خاص ما نیست که ما به این نسل قرآنی که صحابه است ما میخوایم به این اقتدا کنیم، یعنی تأسی به این نسل صحابه کنیم و تأسی به رسول صلی الله علیه و سلم. از این خاص اقامه هم دروس که از هدف به این است که ما با اسلام آشنا شدیم با قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم آشنا شدیم. هدف به این است که ما میخوایم با این کتاب و با سنت رسول صلی الله علیه و سلم که ما آشنا شدیم. دوم به این است که این آشنایی رو نمیخوایم صرف در یک دایره معرفت محصور کنیم، در یک دایره معرفت نظری باشه. ما میخوایم که آشنایی با قرآن و سنت در زندگی ما انقلاب ایجاد کنه. این رو خوب باید داشته باشیم. ماه مبارک رمضان که یک مکتب تربیتی است. مکتب تربیتی در انسان خیلی مؤثر واقع میشه. اما به کسی که الله توفیق داده باشه. یعنی توفیق به این است که ما به این باشیم برادران میشه دعا کنیم خواهران که ما در ماه مبارک رمضان با خود باید کار باید کنیم در زندگی ما باید انقلاب باید کرد. انقلاب به این معنی که در فهم ما باید تغییر بیاد، در حرکات و سکنات ما باید تغییر بیاد، در افکار ما باید تغییر بیاد. یعنی ما نزدیکتر شویم به الله و رسول صلی الله علیه و سلم. یعنی خوب بشه بیاد داشته باشیم. یعنی بعضی کسا به میاد که ما صرف میخوان به خاطر پاداش ثواب در بعضی جا بریم، حتی بعضی کسا با زبان هم آشنا نمیباشن. میگن صرف ما میخوام که سیاهی لشکر از یاد کنم در یک جای حسابی کنم برای مثلا ثواب در خیلی جای دیگه هم هست. خوب متوجه باشیم. بر الوالدین ثواب است، احسان به همسایه‌ام ثواب است. ثواب خیلی دروازه خیلی چی داره، وسیع و دروازه خیلی مطالعه و خیلی بزرگ داره، ساحه خیلی بزرگ داره. اما ما وقتی میتونیم که واقعا ثواب دریافت کنیم که ما با قرآن کریم آشنا شیم، با این کتاب رب خدا آشنا شیم. این کتابی که به خاطر الله عز و جل رسول فرستاده صلی الله علیه و سلم. به این کتاب به این خاطر ما باید آشنا شیم که به این خاطر الله عز و جل ما را آفریده. اصلا دوقدیش ما عبادت ما الله عبادت کنیم. چی نوع عبادت کنیم الله عز و جل؟ این عبادت ما چون نمیتونیم بشناسیم. هدف به این است که ما الله را عبادت کنیم و دومین به این است که راهی که ما عاقبت که ما منتظر ما است یا جنت در جهنم اون را باید داشته باشیم. یا ما به جنت داخل میشیم یا به دوزخ داخل میشیم. راه دیگه در اونجا وجود نداره راه سوم. پس ما را باید به خود با اختیار کنیم که راهی که منتهی به جنت میشه کدام راه است و راهی که به جهنم منتهی میشه کدام راه است و شناختی دو راه و وسایل از دو راه و روش‌های از دو راه ما هیچ وقت نمیتونیم با این آشنا شویم مگر اینکه ما با قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم آشنا و او آشنایی برادران خود متوجه باشند که منیش نظریه محصور بانه نه صرف نظر محصور بانه نه اون شناختی که در زندگی ما انقلاب وارد و مثل در زندگی صحابه ما بعضی مثال از زندگی صحابه براتون مثلا بی متوجه خواهرات مثلا در قضیه حجاب به مجرد که آیت حجاب در مدینه نازل شد ببینید آنقدر اینا صحابه تربیت شده بودند به مجرد که آیت حجاب در مدینه نازل میشه عایشه رضی الله عنها میگه که رحم الله نساء الانصار میگه الله رحمت کنه نساء زنای انصار به مجرد که آیت حجاب نازل میشه فردا میگه فردا تمام زنها به زاغها تبدیل یعنی به این معنی که همگی محجب بودن همگی روایات را خود کرده بودن مطلقاً منظر دیروزی امروز دیده نمیشه. ببینید این چی است؟ استجابت است لبیک گفتن به امر الله و رسول صلی الله علیه و سلم.
ما فهم در سویس باید باشه، میره بحث باید فهم در وجود که آیا واقعا ما در یک حالت رسیدیم، یک مستوی رسیدیم که مجرد اوامر الله صادر میشه، اوامر رسول صلی الله علیه و سلم صادر میشه، ما این رو بپذیریم بدون اینکه ما در این بگیم فلسفیش چیست، چرا این کار کنم، کسی خفه میشه، فلانی قسم میشه، نمیدونم چطور میشه. این ما در یک مستوی فهم ما رسیدیم. خدا رو این خود ما شدیم. ببینید وقتی که آیت نازل میشه که شراب حرام است، حرام است شراب. روایت می است که تمام کوکای مدینه میگه از شراب بودن. میدونید مردم شنیدن که شراب آیت وقتی که تلاوت میشه، حتی بعض صحابه وقتی که شراب رو حلال می‌دونستن، وقتی که شراب نوشیده بودن دین مباح بود، نوشیده بودن وقتی که آیت مبارک تلاش شراب حرام است. دستم انداختن پس دوباره چی کردن؟ همه گرفته کردن، دوباره بیرون کردن. یعنی ببینید این دارد به استجابت اوامر الله و رسول صلی الله علیه و سلم میکنه که عنصر در صحابه موجود. خب آلی که عنصر در صحابه موجود بود، این دارد به این میکنه که در ما میتونه موجود باشه. اما صرف به این است که کار داره. بزرگترین نشانی است که انسان با قرآن سنت باید داشته باشه. ما میشه برادران به این باشیم که ما تنها تلاوت قرآن کریم به این نکنیم صرف ما ثواب بگیریم. یعنی وقتی که ما آیت را تلاوت میکنیم، مثلا آیت برای ما میگه که ما سودخوری نکنیم، اما ما شب و روز مصروف سودخوری است. آیت برای ما امر میکنه که شما حجاب بسر کنید و خواهران، اما اون خواهر ما کسی یا مادر ما مثلا حجاب مراعات نمیکنه. با مجرد که اوامر صادر میشه ما مطلقاً به اوامر عمل نمیکنیم. یک چیز مطلقاً به شما چیز ناچیز معلوم میشه، به قیمت معلوم میشه. آیا دارد به این میکنه که ما جای ثواب گرفتیم؟ نه. خوبی رو متوجه باشید. چقدر درسای ترجمه قرآن کریم است، چقدر درسای تفسیر است. و این طبیعت خیر است از طرف الله عز و جل. اما این خیر باید استفاده دیگه باید صورت بگیرد. استفاده به این است که خیر به این معنی که خیر باید باعث انقلاب شود، باعث یک دگرگونی در انسان باید شود. اگر این دگرگونی انسان به خود این ضرورت است به دعوتگرا و کسایی که درسای تفسیر ترجمه دارد، این خلل باید پیدا کنند. خلل در کجا هست؟ سالها درس ترجمه و تفسیر میشه، وقتی ما مشاهده میکنیم مثلا مسائل چی مثلا مشاهده شده که تقویم ارزیابی صورت بگیره. این چقدر مفید واقع میشه، چقدر مفید واقع میشه. خب اگر مفید واقع میشه، چرا مفید واقع میشه؟ اگر مفید واقع میشه، چرا؟ منایس خلالی باید خلالش باید تو انسان رو باید پر کنیم. از این خاطر ما باید برادر که ما باید طیب باشیم که از الله جزئی دعا را میکنیم که الله جل شما در ما مراتب توفیق بده. یک توفیق جدی بده که ما بتونیم کتاب الله عز و جل رو بخوانش بگیریم و تفسیر بگیریم. تا جایی که امکان داره به شکل منتخبات و تفسیر بگیریم. ممکن الله عز و جل ما رو توفیق بده که به چیزی که میگوییم که چیزی که الله در قرآن کریم میگه ما توفیق عمل نیست. و واقعا در زندگی ما انقلاب رو وارد. و واقعا ما زندگی صحابی اول برای ما نمونه باید کار بگیریم. چی نوع رسول صلی الله علیه و سلم میتونه زندگی صحابه تغییر بیاره. به این شکل در این شکل نیست که رسول صلی الله علیه و سلم مقبل کرد سنت رسول صلی الله علیه و سلم پاینده و جاودان تا روز قیامت باقی است. و کتاب الله عز و جل دستنا فرد تا روز قیامت باقی است و الله خودش متکفل حفظه و حفظ قرآن و سنت و حفظ متکفل است. پس ما صرف همین است که همت کار است، عزم متین کار است و همچنان دعا کار است که الله ما توفیق بده. دعا کنیم که الله ما توفیق بده. و این ماه مبارک رمضان که این بهترین ماه است. ببینید همیشه الله مواسم خیره. این مواسم خیر است مثل ماه مبارک رمضان و در خود ماه مبارک رمضان دا شب اخیر ماه مبارک رمضان دیگه موسم خیر است خود ویژگی خاص خود با خود دارد. روز عرفه مثلا دوشنبه و پنجشنبه ایام بی 13 و 14 و 15 مثلا این تماما چی است که مواسم خیر الله عز و جل در دنیا نهاده در اینجا گفت که الله عز و جل میخواهد که انسان توبه کنه والله توبه انسان این بخاطر موسم بخاطر توبه است. موسم بخاطر است که انسان منازل رفیع نزد الله عز و جل تصلح کنه. بس ما شما می‌بینید که باید از این موسم باید استفاده خیر باشه. خاصتا ماه مبارک رمضان استفاده خیر صورت بگیرد به خاطر این خیلی ماه رحمت است، ماه خیلی مبارک است استفاده کنیم و دعا خصوصا در وقت نماز تهجد ان الله توفیق بده. دعا کنیم که الله شما را توفیق بده امامت مسجد و قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم شوید. و تا وقت وفات میکنیم این تمسک باقی و منم در آخر عمر با کلمه لا اله الا الله که هیچ شکننده ما مرتکب نشده باشیم کلمه را از بین ببره الله ما را چگونه قبض رو سوره کار ما بخوانش بگیم سوره فاتحه است. سوره فاتحه که است سوره مکی است. بلکه دیگه کل ما خیلی داره درباره وقتی بدن مکی بودن اما راجع به سوره مکی است. سوره مکی سوره را میگن
که قبل از هجرت به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده باشه و سوره مدینه سوره را میگن که بعد از هجرت به رسول صلی الله علیه و سلم نازل شده باشه ولو که ممکنش هم مختلف باشه مثلا بغیر از مدینه باشه یعنی در اینجا میزان که است بعد از هجرت و قبل از هجرت یعنی قبل از سوره که نازل سوره مکی است بعد از سوره مدنی است سوره مکی از جگه خود برخوردار است سوره مدنی جگه خود برخوردار است بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الحمد حمد يعني صلاة وصفات الحمد مجد حمد يسكيس لله هذا الله عز وجل رب العالمين رب الجهان رب مربي تربية كل الله رب بمعنى قاضي رب بمعنى قاضي رب بمعنى مربي بمعنى تربية رب بمعنى صاحب صاحب المالك هذه قدر خبرادار خود متوجه بس عموما در افغانستان ما شما معمول است در پاکستان معمول به می است که همیشه لفظ خدا را استعمال لفظ خدا یا خداوند یا خداوندگار استعمال ولی خوب توجه باشید وقتی ما گفتم رب به معنی مربی رب به معنی صاحب رب به معنی مالک رب به معنی قاضی ببینید رب معنی دیگه هم داره کلمه خدا کلمه فارسی است خوب متوجه باشید کلمه خدا کلمه فارسی است و این معنای کلمه خدا افاده میکنه فقط معنای صاحب است خدا معنی صاحب در زبان فارسی خدا معنی صاحب است معنی صاحب ببینید معنی مربی را افاده کردن نمیتونه خدا قاضی را افاده کردن نمیتونه خیلی معانی که معنای رب مشتمل به او است این کلمه خدا مطلقا افاده کردن نمیتونه کلمه خدا افاده کردن نمیتونه از این خاطر کلمه رب کلمه جامع است وقتی که ما رب میگیم معنی مربی تربیت کننده رب معنی قاضی رب معنی مالک متصرف رب معنی قیوم همه معانی رو در بر میگیره در حال کلمه خدا این معنا رو افاده نمیکنه و خود به خود دارد به این میکنه که کلمه خدا کس مشکل شرعی داره مشکل شرعی به این معنی است که معنی رب افاده کردن نمیتونه دون این اسم نیست که الله به خود اختیار کرده باشه اسمی که به خود اختیار کرده الله عزوجل چی است رب است پس ما بهتر به این است که ما کوشش به این صورت بگیره که کلمه رب باید استعمال باید کلمه الله را که ما داره به تعریف صفت کلمه الله شما نمیشه به این باید استعمال باید صورت بگیره به این کوشش ما صورت بگیره که در اطفال در خانه و دیگه پا به عوض کلمه خدا کلمه رب کلمه الله و بدون شک کلمه رب و کلمه الله مثلا اگر ما بگیم الله یا رب یا خدا فرق خیلی زیاده است یعنی الله به این معنی که خود وقت انسان احساس میکنه که مثل مورد کی مخاطب مستقیم الله و بیر همیشه متوجه باشن که در مسائل دعوت همیشه کوشش کنه که انسان از نرمش خیلی استفاده درست خیلی باید کار باید این در بیان که ما مردم رو به این چی بگیم که مردم در خطا و در اشتباه دفاع باشن اصلا کوشش به این صورت بگیره این کلمه ای را که استفاده کردن نمیدن از خاطر علما در این باب دارن بعض علما این قضیه ذکر میکنن که در وقت دعا از کلمه چی باید استفاده باید از بعض علما قاعده ذکر میکنن کلمه خدا استفاده از کلمه رب یا از کلمه الله استفاده آیا وقت ما میگم رب که رب آسمان ها و زمین مالک و متصرف در آسمان ها و زمین الله عزوجل مربی تربیت کننده الله عزوجل که میگه هدایت کرده و به این باز کار صحبت میکنیم تربیت بدون از تربیت خاص تربیت عام در معنای کلمه رب میان مشرکین و میان انبیاء هیچ اختلاف وجود نداره قرآن به صراحت حکایت میکنه از زبان مشرکین حکایت میکنه که مشرکین به این قائل بودن که الله عزوجل آسمان و زمین خلق کرده الله در آسمان و زمین خلق کرده دلالت به چه دلالت به رب میکنه الله عزوجل کس محیی و ممیت است میراننده و زندگارداننده است الله عزوجل پس مشکل به میان اقوام و میان انبیاء در چی بود در توحید الهیت یا در توحید الوهیت یعنی در افاده کلمه الله الحمدلله الله به این معنی که الله از مخلوق لفظ معبود افراد الله سبحانه و تعالی بالعباد به معنی که الله عزوجل کس به یگانگیش باید به عبادت باید بیفته دری باید کس دیگه باید دیگه باید شریک باید اگر نمازی است روزی است زکات است حج است نذر است ثواب است همه که خاص به خاطر الله عزوجل باشه کس دیگه دری باید شریک باید باشه بعضی علما به اشاره میکنن که اشاره خیلی دادن توحید ربوبیت که توحید نظری است اما توحید الوهیت که تطبیق توحید ربوبیت است یعنی به این معنی وقتی که ما به این باشیم که الله عزوجل خوب متوجه باشیم آسمان زمین کی پیدا کرد الله عزوجل مالک آسمان ها و زمین کی است الله عزوجل متصرف در آسمان ها و زمین کی است الله عزوجل
پیدا کننده مخلوقات کی است؟ الله عز وجل. میراننده مخلوقات کی است؟ الله عز وجل. زنده گرداننده مخلوقات کی است؟ الله عز وجل. پس این رب که متصف به این صفات است، به این صفات کمال است، این مستحق است که باید عبادت شه و کسی دیگه. این مستحق است که باید عبادت شه. یعنی امین ذاتی که امین رب که این آسمان ها و زمین خلق کرده و این مخلوقات آفریده و متصرف اینا هست، مالک اینا هست، متصرف از مالک است. پس این مستحق ممی است که باید چی شود؟ مورد عبادت باید قرار بده. پس ببینید یک جانب نظری است کسی به یقین داشته باشه به الله، جانب عملیش توحید الهیت، توحید الوهیت است. این طرف به این میکنه که افراد الله بالعباد، یعنی به این معنی ذاتی که متصف به این صفات کمال است، به این صفات کمال میباشه، خود ذات مستحق است که عبادت شود. اگر کسی عبادت غیر از الله ساخت یا کسی دیگر با الله شریک کرد، طریقت انسان چیست؟ انسان مشرک. می اختلاف المشرکین با رسول صلی الله علیه و سلم با امر به نوح علیه السلام تا رسول الله صلی الله علیه و سلم به این بود توحید الهیت. اونا به یقین داشتن ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اگر تو پرسان کنی که آسمان زمین کی خلق کرده، لیقولون حتما میگن که الله خلق کرده. یعنی هو به این معترف بودن که الله در آسمان و زمین خلق کرده. مشکل در کجا بود؟ مشکل به اینا بود، اینا به الله شریک میگرفتن، اینا به الله وسایط میگرفتن، اینا را به الله نزدیک بسازن. اینا کسایی بودن که اینا تحکیم شرع الله نمیپذیرفتن. اینا مشکل در غیب زاید الهیت، اینا مشکل از این خاطر الله کس بالای هفت آسمان حکم صادر میکنه که اینا شروع کنه مشکل کنه. بگونی مثال قرآن در جای میگه الله له الخلق والامر. الله عز وجل کس از او خلق است امر، یعنی آفرینش از آن الله عز وجل است. مخلوقات که ما مشاهده میکنیم که ما در ضمن از این مخلوقات هستیم، ما را الله پیدا کرده و مخلوقات مختلف رو شما در زمین و در زمین مشاهده میکنید، فهندس ما شما مشاهده میکنید. وقتی که امر خلق و آفرینش مخلوقات از الله باشه، امر موضوع است بین قوسین. امر این معنی که امر و نهی قضایی که صورت میگیریم از آن الله عز وجل. یعنی به این معنی که در زمین الله عز وجل باید حکم کی باید باشه؟ باید فیصله الله عز وجل باید باشه. پس متوجه باشین که اون مخلوقی که به این ایمان داشته باشه که الله رب آسمان ها و زمین است، اون مخلوق که به ایمان داشته باشه که الله میراننده مخلوقات است، نجات دهنده است، اون مخلوق به ایمان داشته باشه حتی به روز آخرت ایمان داشته باشه، اون مخلوق باشه که فیصله الله را نپذیره یا در جای فیصله الله تو فیصله غیر الله را چیکار کنه جاگزین بسازه، که خود به خود دارد به این میکنه که این شخص در توحید الهیت مرتکب شرک را خوب متوجه باشه. مثال دیگه براتون میگم. اگر ما به این ایمان داشته باشیم به توحید ربوبیت توحید الهیت، کسی را ما مشاهده کردیم مثلا یک قبر باشه، اگر کسی از قبر اجازه میخواد، از یک شخص غیری اجازه مثلا بخواد که یا فلان نامشون یا فلان برای ما چیز بده عطا کنه، یا به این باشه که مثلا طواف صورت بگیره، این دارد به این میکنه که به توحید ربوبیت ایمان داره احتمال، او توحید الهیت مبتدی توحید الهیت خلل، از این خلل واقع. این خوبی رو متوجه باشیم. مثلا امروز اکثر مشکل ما برادران روی است، ما فعلا مثل که رسول صلی الله علیه و سلم میگه که اسلام غریب آغاز شده و دوباره غریب میشه. این مثلا ما در غربت اسلام زندگی ما فعلا میزان اسلام و کفر مردم به چی ساختیم؟ به این ساختیم که به این ایمان داری که الله آسمان و زمین آفریده. اگر گفت بله آسمان و زمین آفریده بس میگیم این مسلمان است. در حالی که ما مشاهده مثلا میکنیم در جای توحید الهیت مرتکب شرک شده. بس این الله که رب العالمین است. این متوجه باشید. از این خاطر شیخ عبدالرحمن بن سعدی میگه سوره فاتحه به اتفاق علما هست که در برگریده همه توحید سگانه هست. دیگر توحید اسماء و صفات است، ام ربوبیت است، ام الهیت است، ام اخلاص است، ام ایمان به رسول صلی الله علیه و سلم است، ام دعا است. در اخیر چه میگه؟ سوره فاتحه خیلی سپیده. از این خاطر سوره رسول ام الکتاب میگه. سبع المثانی. حتی این سوره رسول صلی میگه القرآن العظیم. سوره مبارکه چه میگه؟ القرآن العظیم. در جای دیگه رسول صلی الله علیه و سلم یک صحابی میگه من تو سوره را میگه تعلیم میدم که نه در تورات نه در انجیل نه در کتب سابقه نظیر از این نازل شده. وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم میگه کدام سوره میگه در نماز چی رو میخوانی؟ میگه سوره فاتحه الحمدلله این سوره است. این نظیر نه در تورات است نه در انجیل است نه در کتب سابقه است. یعنی در به این میکنه که قرآن در این آیات مبارکه که ما شما تلاوت بگیریم از سوره فاتحه این مشتمل اقسام توحید است، مشتمل اخلاص است، مشتمل عبادت است و مشتمل چیز مشتمل دعا است. بس رب العالمین ببینید وقتی که این ذاتی که رب العالمین است
مالک عالمین است، خالق عالمین است، او مستحق حمد و ثنا است نه غیرش. الحمدلله، یعنی مستحق ثنا کی است؟ الله. الله که رب آسمان ها و رب همه جهانیان است. الرحمن الرحیم، الهی که ام رحمان است ام رحیم. رحمان الرحیم که صیغه مبالغه است، صیغه مبالغه است از رحمت، یعنی صیغه ام رحمان ام رحیم دلالت چی میکنه؟ دلالت به یعنی خیلی مهربان، خیلی رحیم. در زبان فارسی برش بگید بسیار مهربان، بسیار رحیم، با این که چیز افاده نمیکنه، متوجه باشین. چون در زبان فارسی که چیزی نیست غیر از اینکه ما بگیم بسیار مهربان است، بسیار رحیم. اما در زبان عربی که در زبان جامع است، در قرآن کریم نازل شدن، خود رحیم و رحمان که است تو صفت مبالغه است. و علما بیان که رحمان که است در این مبالغه بیشتر است، که بیشتر از رحیم. و من تفسیرش به میاد ان شاء الله. الرحمن الرحیم که است الله المتصف برحمت است، اما رحمت بیکران نه، او به رحمت مخلوقات کس قیاس کردن نمیشه، متوجه میشه باشه. صفات الله عز وجل، رحمت الله رحمت بیکران خیلی وسیع است. الله عز وجل خیلی 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 مهربان است، خیلی 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 رحیم است. حتی باید خیلی نمیشه که ایمان را افاده کنه. در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میگه که در یکی از غزوات یک زن طفل شیرخوار خدا گم کرد. حالا شکل میبینه که مادر طفل شیرخوار از جسم دچار مادر شد. هراسان در حرفشون سر و پا میزنه تا به اینکه طفل خدا پیدا کرد. وقتی طفل پیدا کرد متوجه باشید که الله عز وجل کس در بندگان خود شما 70 بار از این مادر بالای فرزند خود میگه مهربان تر است. 70 بار. 70 کسی یک لفظ است که لفظ 70 من زمان عربی که اسمش بعد الفاظ علما میهستن، یعنی خیلی خیلی زیاد، یعنی خیلی خیلی زیاد. یعنی مادری که نمیخواد طفل خود با آتش بیاندازه و طفل نوزاد باشه، چقدر مادر به اون چی میداشته باشه، دوستی و محبت میداشته باشه، چقدر به اون مودت میداشته باشه. الله عز وجل میگه الله نقص برای شما میگه 70 بار از مادر که برای شما میتوان. بس اینم ای خواهرا برادر متوجه باشین که چیزایی که الله ما رو مکلف ساخته، که ما رو مکلف ساخته، این چیزایی نیست که طاقت ما بلند باشه، چیزی نیست که طاقت ما بلند باشه. ببینید الله عز وجل وقتی که مسلمان مکلف به جهاد میکنه، جهاد در قتال، که الله کسی استفاده سونه کنه، جهاد نه جهاد است. وقتی که الله عز وجل انسان به قتال مکلف ساخته به جنگ، و در جنگ چیست؟ انسان به قتل میرسه. در جای قرآن کریم میگه که صفات مؤمنان را که ذکر میکنه که یک صفات شهداء است. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. یعنی یک صفات مؤمنان به میه صفات مؤمنان که در میدان جنگ مشاهده میرسن. فيقتلون میکشن، فيقتلون و یقتلون، میکشن و کشته میشن، کشته میشن، شمشیر میخورن.